مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در نخستین هفته عملیات علیه داعش در ولسوالی هسکمینه و کود 7 تن داعشیان را بازداشت کردند. محمد نسیم سنگین قماندان لوای 4 قلاردوی 201 سیلاب میگوید این افراد در ولسوالی های هسکمینه و رودات بازداشت شدند. با تعداد 7 نفر دیروز ما از گروه داعش زنده دستگیر کردیم که اونها سر خود در منطقه انداختین و خودشون میخواستن که از طریق رای ولسوالی دیبالا و رودات به طرف شهرهای نمبر 7 برن که اوجه به طرف پاکستان بگریزن. بنابراین ما یاره با امو چک پوینت هایی که ما داشتیم در ولسوالی دیبالا و ولسوالی رودات که فعلا 4 نفر از او اسیرا در ولسوالی دیبالا از و 3 نفرش هم در ولسوالی رودات است. فعلا جنگ ما دوام داره، عملیات ما دوام داره. در جریان گرفتاری برخی اسناد مربوط به گروه داعش نیز از نزد این اطفال به دست آمده است. این اطفال در مصاحبه هایشان این را پذیرفتند که به داعش پیوسته بودند، اما افزودند اخیراً به دلیل سختی ها که بالایشان وضع شده بود فرار کردند و از سوی نیروهای امنیتی افغان گرفتار شدند. یک نفر زنگ داد از چخشران گفته که شما برین به جلال آباد. با خودم ما نمیادم بسیار مرتون کرد که شما برین، یک نفر اونجا از جلال آباد هست، از فاریاب شما راهنمایی میکنه برین به جلال آباد. اونجا داعش و مقصد اونجا شما خلاص اونجا شما تعلیمات میدید و شما اونجا کار میکنین دی. من کوټه کې پراتو وای دسه جهاد دسه مو بیا استاغون وای تا چې لک پیسې هم کته والا ورکواله ګرام وال ورکول او بیا استمون هغه نظام خوښ نشو بیا استراحت تا چې مونږ ته ویډیوګانې ښودلې دا ویډیوګانې کوم ځای کې ویډیوګانې هم سره نشته نه هغه سره وي هغه کوم ځای کې تاسو ته مدرسې ته راوړلې نه مدرسې کې خو بند داسې هلته پېښور کې ښودلې ده. عبدالودود یکی دیگری از آنان میگوید حضور اتباع خارجی به خصوص پاکستانی، ازبکستانی و روسی در گروه داعش بیشتر است. یا 2 دانه روسی بود یکی تاجیکستان بود، دیگر بغلت دیگر پشتی بودن، اما البته فارسی میفهمیدن که ما کنار خودشو تو خودم میشتیم ملیس میکنیم دیگر همه پشتی. با گفته مقامات امنیتی افغان اعضای داعش پیش از این هم در نتیجه عملیات‌ها دستگیر شدند که اتباع خارجی بودند و بیشتر آنان پاکستانی هستند.